اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم به خاطر همه نعمتهای خوبش، به خاطر همه توفیقات ارزشمندش. الله صاحب نعمت هست، الله صاحب منت هست. و ما بكم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله تبارک و تعالی رو بسیار تشکر میکنیم به خاطر با ارزشترین نعمتها، نعمتی که از اون هدایت تولید می شود و از هدایت رضایت تولید می شود و از رضایت سعادت تولید می شود. نعمت علم و معلم با ارزشترین نعمتها، کاملترین نشانی رحم خدا، بارزترین نشانی محبت و دوستی و رحمت خدا نسبت به خلق و بندگانش. نعمت علم و معلم، کاملترین معلم نصیب ما شده، کاملترین علم هم نصیب ما شده. کاملترین علم قرآن، کاملترین معلم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این دو نعمت، نعمت علم و معلم، سبب هدایت می شوند و هدایت سبب رضایت صاحب نعمت می شود. کسی که برای ما دلسوزی کرده و معلم فرستاده. اگر ما هدایت بشیم، آرزوی الله تحقق پیدا کرده و خوشحال می شود و از رضایت الله سعادت تولید می شود در دنیا و آخرت. همه ما خواهان سعادتیم، پس باید الله رو شکر بکنیم. چون سعادت از هدایت تولید می شود و هادی و بشیر و نذیر برای ما الله فرستاده، پس شکر اول و آخر همش برمی گردد به خودش. الله ما الله پاکی هاست، الله ما الله زیبایی هاست. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خدا پاک است، جز پاکی نمی پسندد و نمی پذیرد. الله ما الله زیبایی هاست. ان الله جمیل یحب الجمال. زشتی را نمی پسندد و نمی پذیرد، چون خودش خالق زیبایی هاست. الله ما الله مهربانی هاست. الله رحمت ها و شفقت ها و عاطفه های زیباست. خشونت را نمی پسندد، غلظت را نمی پسندد، سنگدلی را
نمیپسندد و نمیپذیرد. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك انك لعلى خلق عظیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الله ما الله مهربانی هاست، خالق دل هاست و دلها را با عاطفه های زیبا به هم پیوند می‌دهد و لذت می‌برد از چیزی که خودش خلق کرده. دل خودش آفریده، محبت در دل خودش آفریده و وقتی که دو برادر و دو خواهر مؤمن عاطفه های زیبا رو با همدیگر تبادل دارند، الله لذت میبرد از این منظره و از این صحنه. سوژه های زیبا، دوست داشتنی برای الله. امروز و امشب بهترین سوژه تبادل محبت و عاطفه هست و الله لذت میبرد از این همه عاطفه های دینی و خوب. رب اخ لک لم تلده امک انما المؤمنون اخوه. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جہان ہمارا. چین و عرب مال ماست، هندوستان مال ماست، مسلمان هر کجا که باشد هموطن ماست. سارا جهان ہمارا، کل جهان مال ماست. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من توام یا تو منی. چنین اللهی دوست داشتنی است، قابل تعظیم هست، قابل تشکر هست. قابل سپاسگزاری و قدرشناسی است. اگر از الله تشکر نکنین از که باید تشکر بکنین؟ چه کسی غیر از الله این همه برنامه‌های خوب برای بهینه ساختن زندگی ما برای ما قرار داده؟ مجریان خوب فرستاده که طرح‌های خوب را به خوبی پیاده بکنن. ما بعضی موقع اونقدر بیرحمیم که برای تربیت فرزندانمون هم برنامه نداریم. برامون مهم نیست که شکار چی بشه، ولی الله برای ما برنامه میریزه که ما چی بشیم، کی بشیم، فرجاممون چه بشه، خاتممون چه بشه. گناه بنده می کند، الله شرمسار است. الله خجالت می کشد از گناه بنده، ولی بنده خودش خجالت نمی کشه. روح و ریحان و جنت و نعیم. امشب نسیم خوشی می وزد. امشب ملتقى الاحباب است. اینجا ملتقى الاحباب است. بوی مکه و مدینه می آید، بوی عرفات و منا می آید، بوی رمضان می آید، بوی آسمانی می آید. از این مجلس بوی محمدی می آید، بوی خدایی می آید. این مجلس مجلس خدایی است. غیر از بنده خدا نمی تواند اینجا بیاید.
از دیروز که افتخار نصیب شده در این مجلس قرار بگیریم، تمامی جوارحمون بیمه شده. نه چشم حاضر گناه بکنه، نه گوش حاضر گناه بشنوه، نه زبان حاضر گناه بگوید، نه پا حاضر گناه برود، نه فکر حاضر که نادرست تصور کند، نه دل حاضر است که نادرست دوست بدارد. همه چیز طاهر شده. چقدر مردم خوبی داریم ما، حرف شنو، مؤدب، تابع، خستگی ناپذیر. آدم شرمنده میشه که اسم خودشو عالم بذاره و نتونه این همه محبت‌های بیرنگ و ریا را جواب بده. همش افاده و استفاده هست. بهترین کسان مفیدان و مستفیدانن. یا باید مفید باشی یا باید مستفید باشی، یا باید معلم باشی یا باید متعلم باشی. راه دیگر ندارید. کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم، علمم به جهل خودم بیشتر شد. انسان بزرگی میگوید، محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه میگوید، کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. به هر درجه علمی که برسید نباید دور از استفاده باشید، بازم باید استفاده ببرید. همیشه نباید فایده برسونید، باید استفاده هم ببرید تا تواضع در من و تو ایجاد بشه. اگه همیشه به من و تو گفتن معلم معلم معلم، فکر میکنیم کسی شدیم. دیگه فکر میکنیم که حالا سنمونم بالا رفته، نیاز نداریم که متعلم باشیم. زگهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. خدایا چقدر باید از تو تشکر بکنیم. شیخ عدنان درویش جمله رو گفت، المتحابون بجلال علی منابر من نور، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. در خاتمه صحبتش دست گذاشت رو دل ما، دست گذاشت رو نبض ما و این جمله رو گفت. این جمله مال خودش نبود، مال اون معلم بزرگ بود که به همه شما، ما و شما درس دادن. حتما باید به برادر و خواهر مسلمانت بگی انی احبکم فی الله. این جمله رو گفتن و صحبتشون رو خاتمه دادن. واقعا سرمایه هست. ما هم در جوابش میگیم لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو ما را و شما ما را به خاطرش دوست می‌دارید، شما را دوست بدارد. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. ما فکر میکنیم که مکه و مدینه آدمو میسازه. زمین و زمان آدمو نمیسازه، قدسیت به همراه نمی آورد.
به عقل پرداختن و به روح پرداختن و به علم پرداختن و به اخلاق پرداختن هر کجا که باشید تو رو مقدس میکنه. شرط نیست که حتما در مکه باشید. همه که نمیتونن تو مکه سکونت بکنن و اگر بیشتر از 1 ماه تو مکه موندید و مدینه، هیبت مکه و مدینه تو دلت کم میشه. مکه و مدینه عادی میشه برات، مثل کوچه های زاهدان میشه و اینم دوباره مد نظر خدا و رسول خدا نیست. علمای بزرگ بعد از مدتی اقامت در مکه و مدینه میرفتن بیرون تا دوباره بر بگردن، دوباره اون حالت معنوی تولید بشه، تا مکه و مدینه عادی نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا لا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. انسان‌هایی که خوب حرف میزنن خیلی زیادن، اما انسان‌هایی که حرف خوب میزنن کمترن. اما انسان‌هایی که عمل خوب میکنن باز کمترن. اما انسان‌هایی که عمل خوب بعد از پیاده کردن در خود به دیگران میرسانن دیگه انگشت شمارن. شما میخواید خوب حرف بزنید یا حرف خوب بزنید؟ اصلاً با خوب حرف زدن و حرف خوب زدن جامعه درست میشه. حرف خوب زدن هم توفیق لازم ندارد، تا چه برسد خوب حرف زدن. برای حرف خوب زدن توفیق لازم نیست. و یقولوا تسمع لقولهم اذا رأیتهم تعجبك اجسامهم و یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده. منافقین هم حرفای خوب و جذاب میزنن، گیرا. ولی قرآن تعبیرش خیلی دقیقه، میگه كأنهم خشب مسنده، مثل یک تختی است، چوبی است بیروح که تکیه داده شده به یک چیزی. اما عمل خوب انجام دادن توفیق میخواد، حرف خوب زدن توفیق نمیخواد، گرچه توفیق هم میخواد. و اگر توفیق نبود حرف بد میزدیم، اون دیگه وحشتناکتر بود. پس چیزی که ما لازم داریم، و وقتی میگم ما یعنی کل مجموعه، عمل خوب هست. همیشه حرف خوب میشنویم، ولی چون تلاش برای عمل خوب نیست، در نتیجه احساس پوچی میکنیم با اون همه شعارهای خوب و زیبا، با اون همه حرفهای خوب و زیبا، با اون همه استدلالهای خوب و زیبا. امروز چقدر زیادن اونهایی که حرف خوب میزنن و چقدر کمن اونهایی که عمل خوب میکنن و چقدر کمترن اونهایی که برای خوبی و هدایت مردم تلاش میکنن. روزی امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه طواف خانه خدا میکرد. در طواف پیرمردی را شنید که میگوید اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، و طواف میکند. بازوش گرفت، گوشی کشید، گفت که یا هذا، این چه دعایی است که اینجا میکنید؟ تو این جایگاه را نمیشناسید، کجا هستید؟ این چه دعایی میکنید؟ مرا از جمله اندکان قرار بده.
ربنا آتنا فی جمله اندکان قرار بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. همچین دعاهایی اینجا بکن. این چه دعایی که میگه خدای من از جمله اندکان قرار بده؟ یه نگاه تند و تیزی بهش کرد، گفت که اگر شما این آیه رو نخوندید نشنیدید. گفت کدوم آیه؟ گفت اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ای خاندان داوود علیه السلام، شکر پروردگار به جا بیاورید، گرچه بندگان شکر گزار واقعی اندکن قلیلن. من دعا میکنم خدایا منو از جمله اون شکر گزاران واقعی اندک قرار بده. یک دفعه متوجه شد که این دعا چقدر پرمغزه و چقدر پرمحتواست. دست پشت کمرش، گفت ادامه بده، ادامه بده. اگر 7 بار طواف خانه خدا بکنید، فقط همین دعا بکنید و خدا همین دعاتو قبول بکنه و تو رو از اندکان شکرگزار قرار بده، تو برد کردی. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تبارک، کسی که خیر و برکتش زیاده. چه کسی خیر و برکتش زیاده و از همه طرف سرازیره؟ کی میتواند باشد غیر از الله رب العزت و الجلال؟ خیر و برکتش از همه طرف سرازیره. و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی یک خیر و برکتی است. نعمت نمیتواند نقمت باشد مگر اینکه نیت انسان خدایی نباشد. نعمت رو تبدیل به نقمت میکند. اگر نه خاصیت نعمت اینه که برکت تولید کند، اینه که اطمینان تولید کند، اینه که آرامش تولید کند، اینه که سعادت تولید کند. هیچ نعمتی که خدا برای بندگانش حلال کرده نمیتواند مضر باشد مگر زمانی که نیت انسان خدایی نباشد و استفاده از نعمت درست در مسیر اهداف خدایی از اون نعمت نباشد. اونجا نعمت مضر می شود و مضر بودن نعمت و تبدیل نعمت از رحمت و شفقت و برکت به ضرر نیت خود انسانه و عمل خود انسانه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. قحطی در بر و بحر آشکار شده، فریاد میزند، داد میزند، به اوج رسیده به خاطر کسب دست بندگان خدا، به خاطر اعمال ما، به خاطر دوری ما از الله، به خاطر پایمال کردن اهداف خدا در نعمتها. امشب چه شبیه؟ امشب شب وصاله. عاشق و معشوق به هم رسیدن. خیلی جالبه که رابط عاشق و معشوقی که من و تو باشیم اللهه. یعنی الله من و تو رو به هم رسونده و خودش داره لذت میبره که 2 نفر رو به هم رسوندن و همدیگر رو بو میکنن، تبسم میزنن. تبسم و کفی وجه اخیک صدقه. تو آغوش میگیرن و خودش داره تماشا میکنه، نظاره‌گره. امشب الله تبارک و تعالی شما را به رخ ملائکه‌اش میکشه، شما را به رخ فرشتگانش میکشد. اونها که شهوت ندارن. اگر این گل زیباست فرنگی نیست، چون خدا زیبا خلقش کرده. اگر فرشته پاک از گناه نمی کند انگیزه گناه ندارد. فجورها و تقواها، هم سرشت پاکی و خوبی داریم و خیر داریم و هم سرشت ناپاکی و بدی.
فقط این تلاش و جهد و جهاده که انسان میتواند پاکی را غالب کند و نفس اماره و لوامه را تبدیل به مطمئنه کند. هر انسانی میتواند اماره باشد، اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. یکی از بزرگترین مردان اخلاق و تربیت میگوید یوسف کامل هیت لک قال معاذ الله. جمال کمال، کمال یوسف مانع شد که جمال یوسف به یوسف خیانت کند. این شخص میگوید و ما ابرئ نفسی، من نفسم تبرئه نمی کنم. نفس انسان اماره به سوست. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. با تلاش نفس لوامه و نفس اماره تبدیل به نفس مطمئنه می شود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هم تو از خدا راضی هستی، هم خدا از تو راضی هست. اوج سعادته که تو از الله راضی باشی، الله از تو راضی باشد. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر داخل عباد خدا شدید، داخل بهشت شدید. و ادخلنا فی رحمتک کاملتر از ادخلنا فی جنتک است. بهشت مخلوق خداست، اما رحمت خدا صفت ذاتی خداست. اگر داخل رحمت خدا شدید دیگه بیرون نمی آیید. از خدا بخواهیم که ما را داخل رحمت کند. از بهشت کامل تره. ادخلنا فی رحمتک. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. از مرگ نفرت دارید؟ از مرگ میترسید؟ از مرگ بدتون میاد؟ با مرگ حیاتتون رو از دست میدهید؟ اینا تصورات منفی درباره مرگه. از مرگ فرار میکنید چون فکر میکنید خوشبختی از شما میگیرد. ولی الله چیزی دیگر میگوید درباره مرگ. میگه هر کسی میخواد حیات داشته باشد باید به طرف مرگ بره. محاله که حیات انسان حیات باشد و از زنده بودنش زندگی تولید کند مگر زمانی که در حیاتش به فکر مرگ باشد. به همین منظور موت قبل از حیات آورده. زمانی حیات مال ماست در دنیا که به فکر مرگ باشیم. پس این مرگ خوش است، منفور نیست، بد نیست. الله میگه خوشه. الله میگه یاد مرگ ایمان و صیقل میدهد، ظلم رو کم میکند، تقوا را بالا میبرد، هدایت رو کامل میکند، عدالت رو به اوج میرساند، کوتاهی و تقصیر رو از بین میبرد. تذکروا دائما هادم اللذات او هاضم اللذات. اینی نهیتکم عن زیارت القبور الا و زوروها فانها تذکرکم الاخره. سال گذشته در کشور خودمون 26,000 نفر با تصادف مردن. شاید فرصت توبه هم براشون پیش نیامده. مرگ ناگهانی یکی از خطرناکترین مرگ هاست و یکی از علامات قیامته. مرگ ناگهانی و مفاجئ فرصت توبه به انسان نمیدهد. اما اینم بگم که دعای خیر بفرمایید. دیروز یکی از دوستانی که عاشق دیدار شما بود با ماشینش از بندر بوشهر از روستای اخند نزدیک بندر اصلویه با تعدادی از دوستان عاشق که به دیدار معشوق می شتافتند در نرسیده به بم ماشین چپ می کنند و به لقاء الله می پیوندند. الان جاش اینجا خالیه، تو سرخانه بم هست.
انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. یه کسی هجرت به خاطر رسیدن به دنیا بکند یا اینکه با زنی ازدواج کند، ثواب هجرتش همونه. کسی که به خاطر خدا هجرت بکند تو راه مرد، این از مردنش پشیمانه. من گفتم تا این عاشق رو بشناسید و شایستش این بود که جنازش بیارن اینجا، نماز جنازه این جمع 50-100 نفری روش نماز بخورن، خواهر و برادر عاشقش. بعد تشییع میشد دوستان بوشهر. 2-3 تا از دوستانش هم زخمی شدن اونجا هستن، ولی من فکر نمی کنم که این عزیزمون از چنین مرگی دلخوره. تقدیر و سرنوشتش این بود که به طرف خدا حرکت بکنه، به جایی که گفتن ایمان افزایش پیدا میکنه، فیوزات الهی میباره، به اونجا داره حرکت میکنه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لیبلوکم ایکم احسن عملا. من زیاد اطاله نمی کنم بعد از این، فقط رؤوس اقلام میگویم. لیبلوکم ایکم احسن عملا. در اسلام عمل مطرح نیست، در اسلام احسن العمل مطرحه. چیزی که الله از ما خواسته احسن العمله. احسن العمل چی ویژگی دارد؟ چند تا صفت دارد احسن العمل؟ میتونید بشمارید، حفظ کنید. من تکرار میکنم که بشماری و حفظ کنید. خداوند دنیا رو و مرگ و زندگی در دنیا قرار داده که ما را آزمایش کند، ابتلا کند، امتحان کند با عمل، احسن العمل. چیزی که الله از ما طلبیده احسن العمله. احسن العمل چه صفتها و ویژگی هایی دارد تا ما به عمل دیگه نچسبیم، فکر میکنیم احسن العمل داریم انجام میدیم، به احسن العمل بچسبیم. جا داره من تشکر بکنم از دولت جمهوری اسلامی عزیزمان، واقعا جای تشکر داره. بعد از انقلاب یک انقلاب معنوی در جامعه اهل سنت هم به وجود آمده. واقعا انقلاب به وجود آمده. شیخ عزیزمون گفت قبل از من ما چنین جلساتی در سوریه نمیتوانیم داشته باشیم. این چیزیه که واقعا براش طالب بوده، این جمع معنوی، این جلسه باشکوه. دولت هم باید از ما تشکر بکنه، چون بیشترین شعار دولت جمهوری اسلامی هم اهل سنت دارم پیاده میکنم. این شعاره. دولت ما میگه جمهوری اسلامی، ما میگیم اون شعار تو رو ما عملی میکنیم. ما داریم شعار نظام جمهوری اسلامی رو عملی میکنیم و چه زیباست که مهمانایی ارزشمند از بیرون داریم که این خبرهای خوش رو ببرن به برادرانشون که دولت جمهوری اسلامی اجازه دارد، میدهد، حمایت میکند که چنین برنامه‌های باشکوه اسلامی برگزار بشود. یک خبر خیلی خوش. جناب فلان اطلاع رسیده که جنازه مذکور دارن به زاهدان می آورن. الارواح جنود مجنده. ارتباط بین ارواح تا اینجا تشییع شود حقش بود، واقعا حقش بود. اگر حاجی در مکه فوت کرد باید تو مسجد الحرام نماز روش بخوانند.
این نشانه اینی که مخلص بوده. حداقل 10,000 تا عالم و طالب علم و حافظ قرآن و دوستدار علم، حالا دوستداران بمانن، تو این جمع حداقل 10,000 عالم و داعی و متفکر اسلامی و حفاظ قرآن و شخصیت‌های بزرگ وجود دارن. یک انسانی از روستای بوشهر سعادت پیدا میکنه که بعضی آدم موقع میمیره کسی نیست، تو بلندگو صدا میزنن مردم بیاید که کسی فوت کرده. مردم رفتن صبح زود بازار، کسی بر نمی‌کرده. احسن العمل 7 صفت دارد. عمل انسان احسن العمل نمی شود مگر این که 7 صفت داشته باشد. اخلاص، خدا نگاهی به غیر احسن العمل نمی کند، حتما باید احسن العمل باشد تا خدا بهش نگاه بکند، تا الله بهش نظر بکنه، وگرنه نگاه نمی کند. اولین صفت احسن العمل اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص برای چیه؟ برای ربانی ساختن عمل، از نمایش و همایش و ریا و خودبینی و خودخواهی و تکبر در آوردن و صفت تواضع و ربانی به عمل دادن. و تا عمل ربانی نباشد برکت تولید نمی شود. یک شبی از شبها از مراسم بر می گشتم به بندر عباس، دوباره پشت یک تریلی دیدم 2 تا جمله زیبا. تو این 16 سالی که من از بیرون برگشتم تو ایران دارم میچرخم، 2 تا جمله زیبا ساعت 1 نصف شب پشت همین ماشین های بزرگ دیدم. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود رو همین شلگیر ماشین: دوست بدار شاید فردایی نباشد. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود که ای کاش چهره ها دلها بودن. ای کاش چهره ها دلها بودن، یا ببخشید ای کاش دلها چهره ها بودن. این صحیحشه. کاش که دلها هم مثل چهره ها میتونستیم ببینیم که چطوریه. به اون سلام میکنه، لبخند میزنه، تو دلش خدا میدونه چیه. اخلاص یعنی چهره و دل رو یک نواخت کردن و انسان رو از نفاق و ریا دور کردن و ذم و مدح رو یک نواخت کردن. چه تعریفش بکنن مغرور نمیشه، چه تنقیصش بکنن و تحقیرش بکنن بازم همونه. اولین صفت احسن العمل اخلاصه. دومین صفت احسن العمل علمه. اعمال ما باید اخلاص داشته باشه و اعمال ما باید علم داشته باشه. علم برای چه چیز عمل لازمه؟ برای عالمانه کردن عمل. اگر علم نباشد عمل ما جاهلانه است و جهل در عمل تاریکی تولید میکند. این همه بدعتی که به وجود آمده نمیتونیم جمعش بکنیم. الان از هر طرف نگاه بکنید بدعت وارد شده. ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل شده، نیاز به بدعت نداره، سلیقه شخصی لازم نیست. زمانی که ما اعمالمان را عالمانه بکنیم از بدعت و جهل نجات پیدا کردیم. چیزهای ساختگی از پیش خودمان دیگه درست نمی کنیم، به دین بچسبانیم. امام مالک رحمت الله علیه میفرمایند حدیث در مدینه یک وجبه، همین حدیث میره تا خراسان برمیگرده 1 متر میشه. هر کسی یه چیزی بهش میچسبونه. از خودمون درست نکنیم، بر بگردیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و علم و عمل، ببخشید، و علم 2 تا قسمت است. جناب مهندس فروزنده اگه اشتباه نکنم، فروزش خیلی خوشم آمد از صحبتهاش. این تفکر اسلامی بیان کرد. اسلام 3 تا قسمته، پس 3 تا تخصص میخوایم.
اسلام 3 تا قسمته، پس 3 تا تخصص میخوایم. یکی بدن متخصص برای بدنمون میخوایم، یکی فکر متخصص برای فکرمون میخوایم، یکی روح متخصص برای روحمون میخوایم. 3 تا پزشک میخوایم. یک کنگره ملی پژوهش مبتنی بر جامعه بود در اردبیل یک ماه پیش. بیش از 300 تا کارشناس از داخل و بیرون آمده بودند. نمایندگان ایرانیان مقیم آمریکا هم آمده بود. یه نیم ساعتی صحبت کرد. این آقا میگفت فقط در آمریکا بیش از 6000 متفکر ایرانی وجود داره که همشون در پست‌های بالای علمی و کارشناسی هستن و در اساتید دانشگاه هستن، پزشکان هستن، متخصصین هستن. و میگفت دولت غرب و آمریکا و اروپا بهترین مهاجرینی که دوست می‌دارن ایرانی ها هستن، چون همشون مراکز علمی بزرگ اروپا و غرب رو میچرخونن. امروز اگر که صحبت از عولمه و جهانی شدن هست، چون آمریکا و غرب متفکرین مصر و ایران و جهان اسلام رو همه جمع کرده تو خودش. و این دوستمون میگفت که اگر زمینه فراهم بشه حتی نظر اقتصادی که این مهاجرینی که در غرب اروپا هستن سالی 1 ماه بیان کشورشون، هر کدوم $10,000 بیارن، سالی 1 میلیون نفر بیان، 1,010,000 دلار چقدر میشه که بیان تو کشورشون خرج کنن؟ چه اقتصاد بالایی میشود و چه سرمایه‌ای میاد وارد مملکت میشود. مهاجر بودن رفتن اونجا. من یه دوستی سراغ دارم از اطراف لارستان، چند مدت پیش شیراز بود، میگفت از برکت همین هجرت 3 تا پسر دارم 3 تا دختر. 2 تا پسرام دکترای شیمی از آمریکا دارن. دکترای شیمی خیلی کمیابه. و یک پسرم دکترای ژنتیک داره، رشته سختیه. چیزی که شیخ گفت لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس او کما قال صلی الله علیه وسلم درسته. یک نکته در رابطه با علم شرعی بگم. چند مدت پیش خواندم که متفکر بزرگ احمد دیدات، شیخ احمد دیدات به رحمت خدا رفته. شیخ احمد دیدات میشناختید؟ شیخ احمد دیدات کسی بود که مناظره میکرد بین قرآن و انجیل و تلمود. واتیکان رو به مناظره تلویزیونی و ماهواره‌ای میطلبید. زمان قدیم کسی بدگویی قرآن نمی کرد. قدیم هم کسی بدگویی صحابه نمی کرد. شاید خیلی نیاز نبود که زیاد متخصص باشیم، ولی الان دشمنان ما در غرب خیلی باهوش و زیرک و عالمن، خصوصا مستشرقین. پس ما باید به قرآن بپردازیم، به اعجاز قرآن، به تفسیر قرآن، به معنای قرآن، به مسائل قرآن باید بپردازیم تا بتونیم جواب بدیم. تنها حافظ قرآنی که مثل زرتسو قرآن بخونه و خودش ندونه چی داره میخونه، امت اسلامی نیاز نداره، چون نوار قرآن هست. و باید سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم بخوانیم و سیرت خلفا و صحابه بخوانیم تا بتوانیم جواب بدهیم، تا بتوانیم از شخصیت هامون دفاع بکنیم. چهره هاشون تاریک نشان میدهند. باید جوانای ما، دانشگاهی های ما حتما بدانند دروسی در سیرت و تاریخ خلفا و شخصیت های بزرگ جهان اسلام، شخصیت های صدر اسلام بدانند تا بتوانند اون چهره ها را اونطوری که خدا گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. صفت سوم عمل توبه. هر عملی باید توبه درش باشه. توبه برای پاک کردن علم عمله. اگر عمل توبه نداشته باشد عمل ناپاک می شود، مثل آفتی به جانش می افتد و خوره می خوردش. توبه هر چندگاه بلکه همیشه عمل رو پاک می کنه که عمل پاک طاهر بشود.
توبه لازمه برای پاک کردن عمل. حتی بعد از هر نماز سنت این است که 3 بار بگویید استغفر الله استغفر الله استغفر، نه از نماز خوندن بگویید استغفر الله، از نقصی که در نماز بوده که شاید نمازت قبول نشه. شکر، صفت 4 احسن العمل، شکر در عمل باید باشد. لئن شکرتم لازیدنکم، هر عملی که شکر نداشته باشد مبتور می شود. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صفت 5 احسن العمل توکل. اونهایی که میخوان کارهای بزرگ و اعمال بزرگ انجام بدن باید توکلشون به خدا باشد. توکل برای چیه؟ شکر برای برکت تولید کردن، توکل برای تضمین کردن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. 2 تا دیگه مونده تمامه. توکل برای تضمین عمل. یک زمانی نماز خوندن توکل نمیخواست، ریش گذاشتن توکل نمیخواست، اما الان اگه تحریش هم داشته باشید توکل لازم دارید. نماز 5 وقت هم بخونید بازم توکل لازم دارید، زیر نظر میرید. الان دیگه حتی چیزهای کوچک کوچک دینی هم توکل لازم دارید، تا چه برسه به چیزهای بزرگ مثل جهاد، مثل انفاق کردن از این که بترسید فقیر بشید. ما نقص مال من صدقه. و ششمین صفت احسن العمل صبره. عمل کار 1 روز و 2 روز نیست. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ باید تلاش بکنید. صبر 3 تا صبره. صبر بر طاعت خدا، هر روز باید صبر کنید، هر شب باید صبر کنید، هر سال باید صبر کنید. و صبر از معصیت خدا و صبر بر امتحان و ابتلا و سختی های زندگی و راه دعوت. و 7مین صفت احسن العمل و آخریش دعا. هر عملی که در اون دعا هست اون پذیرفته می شود. قبل از عمل باید از خداوند احسن العمل بطلبیم، بعد از عملم باید از خداوند قبول احسن العمل را بطلبیم. جا داره تشکر بکنم از انتظامات این جوانای جانبرکف که علما رو امیدوار میکنن. باور بکنید من میدونم که این خیمه ها و این فرش ها و این همه تدارکاتی که صورت گرفته از برکت نیروی جوان گوش به حرف علماست. یعنی شما علمای بزرگتون رو سرفراز کردید، علما رو امیدوار کردید که هستید. خدا از شما تشکر کرده. این همه زحمت کشیدید، این همه برنامه خوب ارائه شد، ثوابش مال شما انتظاماته. جزاکم الله خیر. التماس دعای خیر از همه شما دارم. این حق منه که برای منم دعا بکنید. همجور که شیخ گفت حق ماست، باید برای همدیگر دعا بکنیم. ما برای شما دعا میکنیم. خداوند ما و شما همه را خاتمه بخیر بگرداند، هدایت کامل نصیب بفرماید، از روسیاهی دنیا و آخرت نجات بدهد، علم نافع و مفید، ایمان کامل، روزی حلال، عمل صالح مقبول و زیارت حرمین شریفین قبل از مرگ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.